سرخط خبرها. دستور پرزیدنت درباره نرخ و نوا. بانک‌های تاجیکستان دلار و یورو نمیگیرند و کارزنی دو تاجیک در پترزبورگ. سلام بیننده های عزیز، با امید یک روز خوب شما برنامه را آغاز میکنیم. امروز 31 مارس است. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سپارش داده است که برای پر کردن بازار استعمالی از تمام واسطه های موجوده استفاده برده شود. پرزیدنت تاجیکستان در مجلس حکومت که دیروز 30 مارس برگزار گردید به مسئولین سپارش داده است که در ماه شریف رمضان شهروندان را با مواد نیازی اول تامین نمایند. این در حالی است که همساله با آغاز ماه رمضان نرخ و نوا در بازارهای کشور به طور صنعی بالا برده می شود. با وجود چنین دستور و فرمانها و آزاد کردن برخی از نهادها از انداز باج گمرکی، نرخ و نوا در تاجیکستان پایان نمی رود و ساکنان این را بیشتر به موجودیت مونوپولی‌های رفت می دهند که واردات را در دست دارند. برخی از این وارد کنندگان مونوپولی به خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان ربط داده می شوند. شورای علمای تاجیکستان آغاز ماه رمضان را در کشور روز شنبه 2 اپریل اعلام کرد. ماه رمضان 30 روز را در بر میگیرد و پس از انجام روزه‌داری عید فطر تجلیل میگردد. ضمناً در جلسه دیروزه وسیع حکومت پرزیدنت به تشکیل خط‌سیرهای نو پرواز تاکید کرده است. از جمله امامعلی رحمان گفت برای جلب کردن تعداد زیادی سیاحان باید خط‌سیرهای نو پرواز با نرخ دسترس تشکیل کرده شوند. در برابر این پرزیدنت به مسئولین سپارش داد که در سمت تشکیل و به راه ماندن خط‌سیرهای نو همچنین سطح خدمت رسانی به طلبات بین المللی باید جوابگو باشد. سپارش امامعلی رحمان در حالی است که قبلا اگنتی اویاسیای گردشدنی تاجیکستان از موافقه شرکت‌های هوانوردی برای پایان بردن قیمت بلیط پروازها میان روسیه و تاجیکستان خبر داده بود. ماه فوریه شرکت‌های هوانوردی نرخ بلیط‌ها را یکباره 100% بالا برده بودند و نرخ حداقل یک بلیط حدود 5000 سومانی را تشکیل داد. نقطه‌های بانکی مبادله اسعار تاجیکستان طی چند روز اخیر از خریدن دلار آمریکایی خودداری می‌کنند. ساکنان می‌گویند کارمندان نقطه‌های مبادله اسعار این حالت را به نبودن سومانی شرح می‌دهند. حالا در بعضی مرکزهای بانکی ساکنان می‌خواهند دلار را به سومانی عوض کنند. این در حالی است که قبلا مردم بیشتر دلار خریدن می‌خواستند. بانک‌ها با کمال میل دلار را می‌خریدند و لیکن نمی‌فروختند و سبب پیش می‌آوردند که دلار ندارند. یک سنجش مانع صبح امروز نشان داد که اکثر بانک‌های تجارتی تاجیکستان از خریداری دلار و یورو خودداری می‌کنند. آنها می‌گویند با سبب آنکه چند روز اخیر قرب اسعار خارجی نااستوار است، آنها نمی‌توانند بر ضرر خود مبلغ را عوض نمایند. در همین حال بانک ملی تاجیکستان تا هنوز وضعیت حاضر را در بازار داخلی اسعار جمهوری شرح نداده است. در مناطق جنوبی افغانستان موسم جمع‌آوری حاصل کوکنار نزدیک می شود که یک منبع مهم درآمد دهقانان زیاد و دردسر افغانستان و همسایه کشورهای آن است. طالبان که ماه اوگوست در افغانستان حکومت را به دست گرفتند وعده دادند که کشتزارهای کوکنار را نابود می کنند، اما این ماه گفتند که این کار را نخواهند کرد تا اینکه دهقانان عذاب نکشند. گزارش را در این باره همکارمان طاهر سفر تهیه کرده است که با هم همراه می‌بینیم. اگر راه دیگری برای تامین اهل و عیال خود می داشتیم این ضرورت را نمی کشتیم. اگر راه دیگری نیافتیم با سلاح و جان کوکنارهای خود را دفاع می کنیم. یا باید برای کار به پاکستان و ایران یا تاجیکستان گریزیم که این امکان وجود ندارد زیرا ما را باز بر می گرداند. عبدالصمد از ولایت ننگرهار افغانستان است که برای جمع‌آوری حاصل کوکنار آمادگی می گیرد، زراعتی که به هروئین تبدیل می یابد و به تاجیکستان نیز می رسد. مردم زیادی در ننگرهار از راه کشت کوکنار و فروش تریاک زندگی می کنند چون به قول خودشان علاج ندارند. کشت گندم درآمد زیاد ندارد چون مثل کوکنار گران نیست. از بس که وضع اقتصادی ما بسیار بد است مجبور کوکنار می‌کنیم. دهقانان افغان 1 کیلو گندم را نیم سنت و 1 کیلو تریاک را تا $114 می فروشند.
بسیاری از هروئین جهان از حاصل کشتزارهای کوکنار افغانستان تولید می شود. طالبان که سال گذشته عهد دادند کشتزارهای کوکنار را محو می‌کنند، همین ماه گفتند به سبب بحران سخت اقتصادی و کوکنار پروران دست نمی‌رسانند. ما یگان چاره بر ضد دهقانان نمی‌اندیشیم تا وقتی که جایگزینی مناسب برای آنها پیدا کنیم. آنها حالا هم مشکلات زیادی دارند. اقتصادی ویران شده از جنگ افغانستان که زمانی تنها با کمک‌های بین‌المللی زنده نگه داشته می‌شد، حالا در آستانه سقوط قرار دارد. مواد مخدر که مصیبت‌های زیادی به سر همسایه کشور تاجیکستان آورده است، با اقتصاد و نابسامانی‌های افغانستان گره خورده است. با گفته سازمان ملل سال 2021 در افغانستان 6000 تن تریاک برداشتند که از آن میتوان 320 تن هروئین به دست آورد. در شهر سنت پتربورگ روسیه یک مهاجر تاجیک یک تاجیک دیگر را در قبط 39 ساختمان لخت سنتر کار زده است. در این باره خبرگزاری محلی مایکا 78 خبر داده است. به اطلاع منبع روز سه‌شنبه 29 مارس ساعت 13:25 به پلیس درباره حمله با کار در بنای لخت سنتر خبر دادند. کارمندان پلیس به جای حادثه رفته معین کردند که یک شهروند 30 ساله تاجیکستان هنگام انجام کارهای ساختمانی در قبط 39 بنا با یک شهروند دیگری 30 ساله تاجیکستان برای پول قرض وارد مناقشه شده، با طلب پولش او را لطاکوب کرده است و هم کار زده است. جبر دیده را در حالت وزنین به بیمارستان بردند. طبیبان در بدن او جراحت کاسه‌خانه مغز سر، زخم‌های زیاد در ناحیه کاسه‌خانه سر و آسیب مغز سر را تشخیص کردند. در رابطه با این حادثه با اتهام سوءقصد به کشتار پرونده جنایتی گشودند. گفته می شود با او از 6 تا 15 سال زندان تهدید می کند. به ضد مهاجر دستگیر شده همچنین برای ویران کردن قاعده های بود و باش در روسیه پروتکل مأموری ترتیب دادند. گفته می شود که او در پتربورگ ثبت نام نداشت. مهاجر دستگیر شده را در بازداشتگاه جای کردند. این یگانه حالت حمله یک تاجیک به هم ملت خودش نیست. سالهای اخیر خبرهای کشته شدن یک تاجیک از جانب تاجیک دیگر زیاد رسانه‌ای می شود. خدمات اجرای تاجیکستان با سبب قرضداری 2285 شهروند تاجیکستان را برای بیرون رفتن از کشور منع کرده است. این قرضداران آنهایی هستند که وقتی حکم دادگاه از یک طرف بحث اختیاراً اجرا نمی شود، از سوی دادگاه به خدمات ورقه اجرا پیشنهاد می شود و خدمات اجباراً قرار دادگاه را عملی می گرداند. همین طور سال گذشته 49 قرضدار سرحد کشور را عبور کردن نتوانسته بیش از 487,000 سومانی قرض خود را به دولت پرداخت کردند. برنا سعید ولی زاده سردار خدمات اجرای تاجیکستان در صحبت به خبرنگاران گفت طبق لایحه قانون نو من بعد اجرای سندهای سودی، سندهای مقامات دولتی و شخصان منصبدار به ذمه اجراتچیان مقامات اجرا واگذار کرده شده است. با تاکید این مسئول قانون نو یک قطار عهده‌داری‌های نو را به کارمندان خدمات اجرا پیش بینی می‌نماید. از جمله آنها امکان پیدا می‌کنند که اجرای سندهای منصبداران را نظارت کنند، چیزی که به گفته او در قانون پیشینه اصلاحات اجرا نبود. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرامان بقازاده همراه می‌بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی بی‌خبر نمانیم. солҳои 1930 дар водии вахши тоҷикистон баробар бо шурӯи кишти пахта истгоҳҳои илмию озмоишии захирагоҳи донаҳои пахта ташкил шуд. иттиҳоди шӯравӣ ки таҳти таҳримҳои ғарб қарор дошту воридоти пахта аз хориҷа ба шиддат кам шуд, қарор кард ки минтақаи осиёи марказӣ ва озарбойҷонро ба макони асосии кишти пахтаи иттиҳоди шӯравӣ табдил медиҳад. тоҷикистон корҳои кор кард ва истеҳсоли донаҳои серҳосили пахтаро ба роҳ монд ки солҳои баъдӣ барои пайдо шудани навъҳои зиёди босифати пахтаи маҳиннах мусоидат кард. 31 марти соли 1975 дар ҳудуди ноҳияи турсунзодаи ҳаммарз бо узбекистон корхонаи истеҳсоли алюминӣ таъсис шуд ки имрӯз ҳам ин маҳсулоти муҳими стратегии кишварро тавлид мекунад. соли 2018 дар ин корхона 98,000 тонна алюминий истеҳсол шудааст ки асосан ба хориҷа содир мешавад. корхонаи истеҳсолӣ солҳои истиқлолият бо сабаби ношаффоф будани бахши даромаду сарфу харҷаш, эҳтимоли мансуб буданаш ба доираҳои ҳоким
мавриди интиқод мебошад. 31 марти соли 1960 дар ҷашнвораи байналмилалии синамои осиёву африқо ки дар пойтахти миср шаҳри қоҳира баргузор шуд, филми сохтаи тоҷикфилм қисмати шоир барандаи ҷои аввал гардид. зиндагиву корнома ва фоҷиаи зиндагии абу абдуллоҳи рӯдакӣ дар қарни нӯ дар меҳвари ин қиссаи коргардон Борис Кимёгаров қарор дорад. ҷоизаи қоҳира аз баландтарин мукофотҳои филми тоҷик дар давраи шӯравӣ ба ҳисоб меравад. бонки миллии арзиши қурби асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст: 1000 рубли русӣ 150 сомониву 50 дирам. дар бонкҳои тиҷоратии харид ва интиқоли 1000 рубл гуногун аст. аз ҷумла дар амонатбонк субҳи имрӯз гуфтанд 1000 рублро 132 сомонӣ харидорӣ мекунанд ва фурӯши он 144 сомонӣ аст. доллари амрикоӣ бетағйир аст ва $100 1296 сомонӣ, 100 евро бошад 1443 сомониву 80 дирам муқаррар шудааст. бинандагони азиз, ин буд барномаи навиди бомдодӣ. фардо ҳамин вақту соат шуморо мунтазирем. худо нигаҳбонатон.